بازداشت شده تاجیک برای مرحله بعدی قضیه زیر حمایه‌اش آماده می شود. قرار است به زودی دادگاه به بررسی پرونده خورشید فاضلوف شروع کند. با پرونده فاضلوف خورشید تفتیشات پیشکی به اتمام رسید. عاید این به ما روز گذشته یعنی 10 می سال 2023 اعلام کردند. ما با همراهی فاضلوف خورشید با مواد پرونده جنایتی شناس شدیم و عین حال پرونده باید که به مقامات سودی مرحله یکم برای محیطم بررسی کردن ارسال کرده شود. خورشید فاضلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکن دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمان بر می‌دانند. خودش این را رد می‌کند. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی کرده است. وکیل دفاع می‌گوید پرونده روزنامه‌نگار با همین یک اتهام به دادگاه می‌رود. عیب نهایی که به فاضلوف خورشید اعلام کرده شد با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان می باشد که جوابگیری جنایتی را برای اشتراک در حزب‌ها و اتحادیه‌هایی که با قرار سود عالی فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده است می باشد. خورشید فاضلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک می باشد که در یک سال اخیر بازداشت شد. اکثر روزنامه‌نگاران بازداشت شده با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع پس پنجره رفتند. خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب نامه را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در یک سال اخیر چندین مرتبه حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند، اما تقریباً عکسی صدای از طرف مقامات نشنیدند. نش خالی است. 3 ماه پیش او را بازداشت کردند. همسر خورشید فاضلوف به سوالهای فرزندانش پاسخ عمیق ندارد، به خصوص به سوالهای آذرخش که همگی 3 سال دارد. زندگی مشکل فرزندانم میکوبم پدرشان رو. من نمیتونم چی جواب بدم. اینهاش کلام کمتر میفهمن، اینش نمیفهمن. هر شب گریه دارد پدرم کنین. دادیم چی به نمیبیان، دادیم کجا رفته که سوال میدید، من نمیدونم چی جواب دیم. هر شب با آبی چشم خواب میکنم. عائله خورشید فاضلوف در حوله مرکز آب و هواشناسی پنجکن زندگی میکنند. آنها خانه شخصی ندارند. نبودش در شهر به همگان معلوم است. برادر خورشید فاضلوف در آخرین مرافعه خبرنگار شرکت کرده است. میگوید اتهام اساسی برادرش این بود. سالهایی که همین سامانه که اخبار کام میگه و قول میرزایی سلیمپور بوده است، فعالیت غیر قانونی داشته است و از جانب سودی عالی ممنوع بوده است. تا ممنوع بودن همین سامانه تا از جانب سودی عالی من کردن همین سامانه همکاری داشته میگوید. یعنی که همچون ژورنالیست، همچون روزنامه‌نگار با روزنامه‌نگار دیگر در علاقه بوده است.